سلام به دوستان عزیزی که ما رو از قاب گوشی‌هاشون مشاهده میکنم. مسیح هستم از یه قسمت دیگه ایکس تاک با شماییم. امروز که مهمان بسیار بسیار عزیز داریم، مصطفی جان. مصطفی جان خیلی ممنون میشیم که خود معرفی کنید. مصطفی هم دانشجوی علوم اعصاب شناختی و بالینی 10 ماه پیش درسمو شروع کردم به عنوان دانشجوی ارشد و الان ترم دومم و دارم نوروساینس میخونم. خب اگه برامون راجع به نوروساینس بگی کام جالب باشه. نوروساینس یا علوم اعصاب، حالا چیزی که من دارم میخونم بیشتر متمرکز رو شناختی و بالینیش، رو این بخشش. یعنی ما همزمان یه تمرکز خیلی زیادی رو روانشناسی داریم که اون بخش شناختی رو کاور کنیم و یه تمرکزی هم رو بخش کلینیکال یا بالینی داریم. میایم عکسای نورو ایمیجینگ رو بررسی میکنیم، عکس برداریایی که داره از مغز میشه و تحلیلشون میکنیم و بیماری‌های مغزی رو بررسی میکنیم. خیلی هم عالی. فکر کنم راجع به مغز گفتیم و دو تا کاربرد اصلی داریم، یکی فانکشناله یکی استراکچراله که بررسی میشه راجع به این مغز. آره، روشایی که ما مغز رو داریم الان بررسی میکنیم، یعنی سر کلاس دارن بهمون آموزش میدن که اینطوری بررسی کنیم و مغز رو از این دوتا منظره ببینیم. خب یکی ساختار مغزه که مغز از چه بخشایی تشکیل شده. قشر پیشانی داریم، قشر پس سری داریم، مرکز مغز کجاست، هیپوکامپ کجاست و جاهای مختلف مغز و مناطق مغز رو بهمون میگه و یه پوینت آف ویو یا یه دید فانکشنال داریم به مغز که عملکرد مغز رو میاد بررسی میکنه که حالا این بخشا هر کدومشون مستقلاً چه کاری انجام میدن و در ارتباط با هم چه کاری رو دارن انجام میدن و خیلی مباحث واقعا جذابیه، مخصوصا وقتی ارتباطش میدیم با بحث‌های شناختی و روانشناسی. روانشناس خیلی باحال میشه چون ما میتونیم افراد پیش بینی کنیم راجع به کاربرد مغزشون و همچنین اتفاقای مثال کام باحالی هم داره راجبش. اگه برام بگی. بیشتر از این که بخوایم پیش بینی کنیم یه رفتار رو، میتونیم یه رفتاری که انجام شده رو حالا بیایم تحلیل کنیم، ببینیم که چی شد این رفتار شکل گرفت. واسه همین خیلی از مثالایی که الان ما داریم سر کلاس بررسی میکنیم مثالای خیلی معروف روانشناسی هن. یعنی طرف یه مشکلی، یه حادثه‌ای حتی ایجاد کرده و خب پیش روانشناس میره قبل اینکه بخواد پیش نوروساینتیست بره یا کسی که پزشکه، چون که مشکل‌ها غالبا روانیه. روان طرف متأثر شده از چی؟ از اون عملکردی که مغزش داشته و خب این خیلی بحث و جذاب میکنه. گفتیم مثال خیلی معروفی فکرم مثال برام آره، یه مثال خیلی جالبش که البته خیلی دردناکه، اسم شخص رو یادم نیست، البته فکر کنم اسمش مطرح هم نشده به خاطر پرایوسی و حالا حریم شخصی اون فرد، ولی یه شخصی بود که تقریبا حالا سالم بود، یه زندگی خیلی روتینی داشت، سر کار میرفت و کاراشو پیش میبرد و خانوادهشو داشت، همسر، مادر و 2 تا از بچه‌هاش توی یه شهر همه زندگی میکردن. این شخص یه روز از سر کار بلند میشه، برمیگرده خونه، همسرشو میکشه، بچه‌هاشو میکشه و برمیگرده میره، فکر کنم توی شهر نزدیک بوده، میره و مادرش هم میکشه و طرفو میبرن دادگاه که خب چی شد؟ تو داشتی زندگی تو میکردی، چرا یهو برگشتی همه اینا رو کشتی؟ و خب معمولا تو کیسای اینطوری، حالا نمیدونم زیاد، من با پروسه دادگاه و اینا آشنا نیستم خیلی، ولی یه روانشناس میدونم اینو که روانشناس دارن و محقق شناختی اون تو همیشه هست. احتمالاً یکی از اینا کنجکاویش برانگیخته میشه، میگه که نه، این یه آدم سالم این کارو نمیکنه و این طرفو قبل اینکه ببرنش اعدامش کنن یا حکم براش صادر کنن میبرنش زیر دستگاه MRI که مگنتیک رزونانس ایمیجینگ میشه که میان با امواج مغناطیسی مغز رو بررسی میکنن. که MRI چیکار میکنه؟ میاد استراکچر مغز رو بررسی میکنه، میبینه که با لایه لایه از مغز عکس میگیره و میبینه که حالا ساختار مغز چه شکلیه. میبینن که بله یه تومور داشته طرف و این توموره باعث شده که طرف این عملکرد رو داشته باشه. توموره ما یه بخشی داریم، حالا من با دستم خیلی اشاره میکنم چون اینجوری یاد گرفتم، یه ساختار به این شکل داریم، لیمبیک بیشتر تو احساسات درگیره و پیام میفرسته حالا به قسمت مختلف مغز که بخواد عملکردشون رو تنظیم کنه. یه تومور طرف داشته نزدیک لیمبیکش و این بخش رو متاثر کرده بوده، در نتیجه طرف رفتارش کاملا متفاوت شده
و حالا توموره تا یه جایی که رشد میکنه هیچی نمیفهمه و یهو از یه جایی به بعد آسیب رو میزنه. یعنی اینکه شخص در حالت طبیعی نبوده. شخص در حالت طبیعی نبوده، تومور رو بر میدارن و بعد طرف سوگوار میشه و در نتیجه زندان نمیره و بیگناه اعلام میشه. با یه جراحی سنگین مغز، البته هزینه اونو بعد میداده فکر کنم. چقدر عجیب، یعنی اینقدر راحت میتونه مغز تحت تاثیر قرار بگیره. آره واسه همین کیس عجیب غریبی که داریم و آره نوروساینس. آره راجب لیمبیک برامون گفتی، بکنم خیلی جالب باشه چون راجب احساساتمون بیان میشه و اینکه خب احساسات ما گاهی اوقات به قول گفتن این فوران میکنه، مثلا زمانی که آدم عاشق میشن. میتونی برامون هم بگی کنم جالب باشه؟ آره اونم حالا یه بخش دیگه مغزه که سیستم پاداش مغزه بیشتر تو عشق و حالا فرنده احساسی، حالا بذار مثبت مثلا اسمشو بگیم، فرنده مثبت، سیستم پاداش مغزی با دوپامین کار میکنه و سروتونین بیشتر برای لذت میتونه طولانی تر باشه زمانش و دوپامین خیلی سریع تره، هم اثری که میذاره هم خب از اون نتیجه‌ای که طرف داره میگیره. کسی که عاشق میشه تا مثلا 3 ماه تا 6 ماه اول حتی کلا مغزش انگار رو اصطلاحاً میگن مغزش رو دراگه، انگار معتاد به یه چیزی، انگار مصرف شیشه یا متامفتامین یا ماریجوانا رو مثلا شروع کرده. در این حد آره سطل دوپامین داره تو مغزش خالی میشه و در نتیجه نباید تصمیم جدی بگیره. اینو حالا خیلی فکر میکنن شوخیه، میگه خب نه من منطقی دارم تصمیم میگیرم متوجهم، ولی نه تو مغزتی تو نمیفهمی داری چی کار میکنی. اون وقت یه سوال که ایجاد میشه، خب مثلا افرادی که دراگ مصرف میکنن در دراز مدت دیگه اون دوپامین ایجاد نمیشه و اصلا از زندگی لذت نمیبرن. آره برای افرادی هم که عاشق میشن مکانیسم اعتیاد، آره مکانیسم اعتیاد اینه که چون حجم دوپامین دریافتی مغز انقدر زیاده که مغز بدون اون حجم دوپامین دیگه نمیتونه از چیز ساده لذت ببره. یعنی دوپامین مثلا کمه، یه دونه قهوه دیگه اثر نمیذاره روش. بعد حتما چه بدونم برای مثال یه سیگار بعد قهوه بکشه تا قهوه بهش بچسبه. یا یه آره بعد یه ذره افزایش بده اون دوپامین رو که بهش کیف بده. در نتیجه اعتیاد اینجوری شکل میگیره. آره حالا اگه بخوام برای عشق هم این اتفاق میتونه بیفته چون هم دوپامین از اون ور، چون خب ببین این بخش مثبت شروعش بود. عشق خب همیشه اینجوری خوشایند نمیره جلو. آره اولش قشنگتر شروع میشه، بعد کم کم بعد اون 3 ماه 6 ماه اگه حالا رابطه تموم نشه، یه سریا رو داریم هر چند ماه با یکیان، خب اونا دارن رو بخش اعتیاد کار میکنن. همچین سیستمیه. آره احتمالاً دیدی یا شنیدی همچین داستانه که طرف هر چند وقت با یکی تو رابطه است، بعد میذاره کنار، بعد میره دوباره با یکی دیگه تو رابطه. داریم اینجوری خیلی، من مثلا این شکلی زیاد رابطه‌ن. آره یه جا بعدن شاید چون یه رابطه معنادارتری شکل بدن، ولی حالا خیلی هستن اینطوری. آره رابطه‌های کوتاه مدت دارن. اینجا خیلی زیاده. ولی اگه کسی بتونه اون 3 ماه 6 ماه خوب رد کنه و بعد مثلا تصمیمای جدی‌تر بگیره، میتونه این دوپامین و سروتونین رو منیج کنه که کم کم دریافت کنه مغزش و عشق رو بتونه لذت بخش ادامه بده و زندگیش مثلا حالا مخصوصا بعد ازدواج کسل کننده نشه. آره مفصلیه برای خودش. خب راجع به ساختار مغز خیلی جالب میشه ساعت ها صحبت کرد راجع بهش. یه چیزی هم که حالا فکرم اکثر بینندگانم شاید فیلم ممنتو رو هم دیدن راجع به حافظه، خیلی باحال بود. فکرم تو قشنگ تحلیل ما سر کلاس تحلیل داشتیم. آره یعنی براتون پخشش کردن فیلم‌ها کلش و تحلیلش کردین. مسئول این حالا هر ترم ما یه نفر داریم که کورس لیدرمونه، این مثلا هماهنگ کنه ما چه منابعی رو دریافت کنیم، منابع رو برامون میچینه و چه استادی چه مبحثی رو بهمون درس بده، اینا رو مرتب میکنه. خود این شخصا اومد یه جلسه گذاشت که اوکی بیاین میخوایم فیلم ممنتو رو ببینیم و بعدش وقت داریم میخوایم تحلیل کنیم. فیلم ممنتو رو اگه دیده باشین، طرف بیماری آمنزیا داره. آمنزیا میشه زوال عقلی که نه دیمنشیا میشه زوال عقلی. آمنزیا یه جوریه که طرف حافظه کوتاه مدتش رو از دست میده. یه بخشی از بلند مدت رو داره، کوتاه مدت رو ولی از دست میده. سوال که بر خودم پیش میاد این که کوتاه مدت از دست میده، یه سری بلند مدت تا ساخته شده تو مغز ذخیره شده. آره یه سری
خیلی انواع مختلف داریم برای آمنزیا، ولی خب حالا بخوام خیلی خلاصه بگم، یه سریاش هست کوتاه مدت رو از دست میده صرفا، یه سری هست نمیتونه حافظه جدید کوتاه مدتی ذخیره کنه و یه سریا داریم بلند مدتش رو از دست میده، اون بیشتر سمت دیمنشیا هدایت میشه و سمت آلزایمر. ولی تو این آره. فیلم کوتاه مدت ولی تو این فیلم آره کوتاه مدتش رو داره از دست میده، یه بازه زمانی بعد اون حادثه‌ای که براش رخ داده رو داره از دست میده و دیگه یادش نمیاد که چه اتفاقی افتاده. و حالا جالبیش چیه؟ جالبیش حالا آمنزیا، دیمنشیا، آلزایمر، اسکیزوفرنی، خیلی از بیماری‌های مغزی که داریم میبینیم که چجوری اون بخشی از مغز که تراما هست یا آسیب هست باعث میشه که هویت فرد تغییر کنه هویت فرد و آره و طرف رسما یه آدم دیگه میشه. واسه همین اون فانکشنی که اون بخش از مغز داره انجام میده خیلی مهمه، عمل کردی که داره برامون خیلی مهمه، چون که اون فردیت فردو میسازه. فردیت فردا و خیلی سوال باحال که ایجاد میشه اینه که خب یه سری شرکت ها نورالینک مثلا دارن تلاش کنن که رو مغز یه چیپ هایی بکارن که بکنم الان خیلی نمونه انجام دادن. چون راجع به اینا بگی اصلا نه خطراتی برای آینده داره برای بشر، این که سوپر هیومن بخوام تولید کنه انسانای فرا بشری؟ این یه سری محدودیت‌های اخلاقی روش هست که خب کسی نمیاد چرا یه سری قطعا یه سری آدم پول داره وصل پیدا میشن که این کار رو خودشون حداقل آزمایش کنن که بخوان ابر هیومن بشن، احتمالاً هم با ایلان ماسک چه بدونم بعداً میریزن رو هم یه داستانی شکل میدن. ولی نه لزوما خیلی هم نباید ازش ترسید، این که بخواد همه گیر بشه خیلی هزینه داره، ولی به لحاظ امکانش آره این امکان هست که ما ورودی های الکترونیک و اصطلاحاً با سیمو، یعنی چه یه ورودی حسی باشه که ما داریم یه سنسوری داره اون ورودی حسیه رو میگیره با سیم منتقل میکنه به نورونمون تو مغز. آره ما میتونیم اونو تحلیل کنیم. انسان میتونه یاد بگیره، یعنی داریم کیسا اینطوری داریم که طرف مشکل بینایی داره یا مشکل شنوایی داره، یه دیوایسی میذارن پشت گوشش یا تو عینکش یا تو چشمش، سیگنال رو براش ترجمه میکنه، به جای چشمش که کار نمیکنه اون دستگاه سیگنال رو دریافت میکنه میرسونه به نورونه کم کم یاد میگیره که چجوری اون سیگنال رو بخونه به عنوان ورودی بینایی. یه وفق پیدا میکنه. آره بهش. یاد میگیره. این خیلی جالبه که یاد میگیره. مغزه داره یه نورون جدید اون وسط ایجاد میکنه. یعنی ما میتونیم یه روزی همه دیسوردرهای مغز اینطوری همه رو نه، یه سری چیزایی که آسونه مثلا بینایی و شنوایی خب بیرونتره دیگه، خیلی داخلی نیست، اینا رو میتونن الان دیوایس بهش وصل کنن. آره یه سوال داشتم، ممکنه یه روز ما به این نتیجه پیشرفت برسیم که یه فلش بزنن به حافظمون و بریزن رو لپتاپ؟ اون بحثش جداه، یه چیز دیگه است، چون به این مربوط میشه که خب حالا مموری کجا داره ذخیره میشه، این نیست که کجا داره پردازش میشه، اینه که کجا داره ذخیره میشه. ما هنوز نمیدونیم کجا ذخیره میشه. میدونیم چرا، بیشتر تو قشر مغزه، ولی نه به اون صورت نمیشه جدا کرد بگیم آقا فقط تو این بخشه، نه. آره واسه اون یه ذره زوده نمیشه. آره نمیشه خیلی دربارش نظر داد. خیلی هم عالی، خیلی درجه یک دیگه. فکر کنم سوالی هم نمونده که دوست داری راجع به چیز دیگه به نظر صحبت کنی؟ نه فعلا تا اینجا فکر کنم خوبه، ولی خب بازم اگه مخاطبین سوال داشتن، آره اگه مخاطبین خوششون اومد حتما کامنت بذارم. آره میشه راجع بحث خیلی بیشتری صحبت کرد. آره خوشحال میشم در چیزی که یاد میگیرم. آره منم همینطور، منم سورپرایز شدم واقعا از این سری اطلاعاتی که تو نوروساینس هست، چون جهان پیرامونمون خیلی ناشناخته است. خیلی و مغزمون از جهان پیرامونمون ناشناخته تره، خیلی ناشناخته تره، هیچی راجبش نمیدونیم، فقط باشه یه سری تصمیم میگیریم که همش هم از دم غلطه. آره خیلیاش. آره نصیحتت هم بود که دوستان اگه عاشق میشن تا 6 ماه اول، آره تا 3 ماه تا 6 ماه اول تصمیم جدی نگیرین. آره حواستون باشه بعد 6 ماه تصمیم بگیرن. آره نصیحت رو جدی بگیرین، خیلی مراقب باشیم واقعا. و خیلی هم خوشحال شدیم که
ما رو مشاهده کردین و اگه دوست داشتین خواهش ما رو لایک کنین، سابسکرایب کنین و کامنت بذارین. کامنت یادتون نره. آره کامنت یادتون نره و آره حتما راجع به کامنت بذارین که چه سوالایی میتونیم تو اپیزودهای بعدی با مصطفی بپرسیم، راجعش حرف بزنیم و همچنین انتقادات خودتون رو حتما بگین. خوشحال میشیم که بتونیم برنامه‌مون رو بهتر کنیم. خدا نگهدار.